بحث این هفته ما و شما ارتباط به یکی از فرائض الهی هست. بحثی که امروز به طور مفصل بیان میشه موضوع زکات هست. اکثر اغنیا و ثروتمندای ما و شما زکات خود در ماه رمضان می پردازند و عده دیگر از سرمایه خود زکات نمی دهد، زکات مال خود نمی پردازد. بنابراین پیش از این که ماه رمضان ماه مقدس داخل می شود و یکی از فرائض دین مقدس اسلام زکات هست، 4 نکته را بیان میکنیم. چقدر مال داشته باشیم زکات میشه، از کدام مال زکات میشه، زکات برای کی بپردازیم، شرایط زکات، نصاب زکات و فایده زکات و همچنان وعیدی که در مقابل تارکین زکات هستند چقدر سخت بیان شده. بنابراین زکات یکی از رکن اساسی اسلام هست. این گپ ساده نیست. هر کسی که کلمه گوی هست، مؤمن هست، باید نماز بخواند. کسی که نماز میخواند باید روزه بگیرد. کسی که روزه میگیرد زکات خود بپردازد. بس نمیشه که یک جز اسلام، یک جز دین را ما قبول کنیم، دیگه جز دین اسلام قبول نکنیم. آیه های زیاد ارتباط به زکات الله سبحانه و تعالی بیان میکند. زکات چه معنا؟ زکات پاک کردن مال، پاک کردن جسم، پاک کردن قلب انسان هست. اگر زکات ندهی یا زکات نپردازی، نه جسم تو پاک است، نه عقل تو پاک است، نه قلب تو پاک است، نه روح روان تو پاک است. بنابراین تمام جزئیات و کلیات را بدانیم. ما چرا امروز سعادتمند نمیشیم؟ چرا امروز ثروتمند ما پریشان هست، پیسه‌دار ما پریشان هست؟ کسی که بسر ناز و نعمت قرار داره او هم پریشان است، به خاطری که مال انسان پاک نشده، زکات حق فقرا داده نشده. از این جهت دوستای عزیز باید ارتباط به زکات صحبت شده که مسلمان ها باید بدانه که زکات چی موضوع هست. عزیزان من، موضوع زکات 82 جای قرآن عظیم در پالوی نماز ذکر می شود. هر مرتبه که قرآن باز کنیم، هر ورق قرآن ورق بزنیم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، ای مسلمان شما نماز بخوانید، شما زکات بدین. 82 جای قرآن فقط لفظ زکات در پالوی
نماز ذکر می شود. باید ما متوجه باشیم. خیلی کسایی هست که واقعا نمازخوان هست، واقعا بالاخره روزه نفلی و فرضی میگیرن. خیلی کسایی هست که اونها یعنی در سفر حج میرن ولی متوجه زکات نیست، متوجه مال و ثروت خود نیست. عزیزان من، الله سبحانه و تعالی می فرمایند والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. او کسایی که کنز میکنه، ذخیره میکنه، ثروت سر ثروت، زندگی را سر زندگی میکنه، ذخیره میکنه، ولیکن برای زکات اگر بیاید میگه من زکات ندارم، الله سبحانه و تعالی میگه فبشرهم بعذاب علیم. برای زنها خوشخبری بده، خوشخبری جهنم برش بده که این زکات نداره، از مال خود زکات نپرداخته. آیه دیگر در سوره آل عمران الله سبحانه و تعالی می فرمایند ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. گمان نکنه او کسایی که برای الله از فضل خود مال داده که بخالت میکنه این بخیر است. نه، بخیر انسان نیست. انسان که زکات نمیده، انسانی که از مال خود زکات بیرون نمیکنه و سرمایش که اوج میکنه، این به این فکر نباش که این بخیر ماست، این به منفیت ماست، بلکه این اصلا یعنی به شر انسان میباشد. هو خیر لهم بل هو شر لهم، این شر است برای زور. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، روز قیامت در گردن یزو توق می شود که الله سبحانه و تعالی به این وضعیت او را قرار میده. بناهن احادیثی که درباره زکات هست، پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته بود، یک جوان آمد، یک شخص سرمایه‌دار، گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم بعمل يدخل الجنه اخبرني بعمل يدخل الجنه، یک عمل را به ما بگین که ما را داخل بهشت بگردانه، داخل جنت بگردانه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که فقال النبی صلی الله علیه و سلم تعبد الله، الله را عبادت بکن، الله را عبادت بکن، ولا تشرکو به او شریک نیار. در ادامه می فرمایند و تقیم الصلاة و تؤت الزکات، شما نماز بخوانید، نماز انسان از جهنم خلاص میکنه. شما زکات بدین، انسان الله از جهنم خلاص میکنه، در بهشت میبره. ولا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصل الرحم، یعنی صله رحمی بکن. این زکات دادن سبب دوری از جهنم و دخول بهشت پروردگار عالم میگردد. عزیزان من، به طور خلاصه و فشرده نصاب زکات برای هر کس زکات لازم نیست. از هر سرمایه زکات نمیشه. شریعت مقدس اسلام شرایط گذاشته، نصاب گذاشته. خوب متوجه باشیم که نصاب زکات چی هست. شریعت مقدس اسلام میگه اول شرطش هست که تو مسلمان باشی، بر سر سرمایه کافر زکات نمیشه. شرطشی است که یعنی مسلمان باشه، دوم انسان عاقل باشه، سر مال دیوانه زکات نمیشه، و دیگه بالغ باشه، سر بچه خود زکات نمیشه. بناهن چقدر یک موضوع مهم، یک مرز در بین موشمه و در بین کفر هست. اگر به اندازه کو طلا داشته باشه الله نمیگه که زکات بده، چون که تو کافری. بر سر مسلمان، بر سر کلمه گوی، بر سر مؤمن الله میگه تو زکات بده.
وقتی کلمه خواندی در مرز اسلام می آیی، باید تو زکات بپردازی، شرایط دین قبول بکنی. نصاب زکات یعنی از طلا، کسی که طلا داره، تحقیق که از زرگرها ناکردن است که یعنی 20 مثقال طلا، خوب متوجه باشید، کسی 20 مثقال طلای اوسط دارد. خواهرانی که صدای ما را میشنوند اونا متوجه باشند که طلا بیشتر دارند. 20 مثقال طلای اوسط کسی داشته باشد، وزن از 91.200 گرم طلا میشه، قیمت از او 2,73,600 افغانی، 2,73,600 افغانی قیمتش میشه. کسی که اینمی که طلا داشته باشه نیم مثقال طلا زکاتش میشه. قیمت نیم مثقال طلا 6,840 افغانی هست. 6,840 افغانی نصاب یعنی پرداختن طلا هست. عزیزان من، اگر 20 مثقال طلا که وزنش 91.200 گرم هست، از او پایین تر بود، با زکات دهی لازم نمیشه. عزیزان من، نصاب نقره، کسی که 200 درهم نقره داشته باشد، 200 درهم نقره سالانه یا 30,000 میشه یا 80,000 بالاتر، یا 30,000 یا 80,000 بالاتر یا پایینتر. قیمت از او یعنی 3,000 5 درهم لازم میشه. قیمت 5 درهم 750 افغانی، 750 افغانی. نصاب گوسفند از 40 دانه یک گوسفند و نصاب گاو از 40 دانه یک گوساله. نصاب شتر از 5 شتر یک گوسفند. نصاب نقره 200 طلا یعنی 20 مثقال نقره یعنی 200 درهم هست. این هست نصاب شرعی اجناس ما و شما. الان کسی این اجناس نداره ولی جنس دکان داره، جنسی که او خرید فروش میکنه، معامله تجارتی داره، چقدر پیسه داشته باشیم که زکات سر ما لازم میشه. چقدر یعنی زکات داشته باشیم، پیسه داشته باشیم، زکات سر ما لازم میشه. به نصاب نقره کسی که 3,000 افغانی داره، قرضدار نیست، 3,000 افغانی داره، قرضدار نیست، 1 سال هم سرش تیر شده، شریعت مقدس اسلام میگه از 100% 2.5% بده، از 40,000 1,000، از 1,00,000 افغانی 2,500 افغانی زکاتش بده. این هست یعنی نصاب زکات. عزیزان من درباره اموالی که از اون زکات می شود، از کدام مال زکات میشه؟ یک، مال تجارتی. هر مالی که تو تجارت میکنی، چی حیوانات باشه، چی اجناس باشه، چی بالاخره جنس دکان باشه، هر چیزی که روزمره سودا میکنی، خرید میکنی، میفروشی، بالاخره از این مال زکات میشه. و فرق نمیکنه هر جنس باشه، اگر نه برای خودت باشد با از او زکات نمیشه. ظروف تجارتی، یک کسی که ظرف ظروف در خانه داره ولو که هر چقدر باشه زکات نمیشه، ولی ظروفی که به خاطر تجارت هست از کلی از او زکات میشه. و سیوم حولی تجارتی، بعضی ها ایتی یک نیرنگ میکنه، نیرنگ بالاخره نیرنگ فری، یعنی در موسم رمضان رسید فورا میره 10,000-20,000 افغانی را یک زمین خریداری میکنه. وقتی که رمضان تیر شد پس سودا میکنه. اگر برای زمین که زکات بده میگه ما پول ندارم، ما سرمایه ندارم. او سرمایه که سر زمین بند کرده، او سرمایه که سر حولی بند کرده، او را که تو خرید فروش میکنه، تو خود فریب میدی، الله را فریب میدی. باید انسان متوجه باشه مالی که بخاطر تجارت است، زمینی که بخاطر تجارت است، حولی که بخاطر تجارت است، از او پول زکات میشه. عزیز من، و چهارم موترهای تجارتی،
یک کسی یک موتر در خانه داره، 2 موتر در خانه داره، موتر کار داره، به اینا هیچ زکات لازم نمیشه. ماشین داره، هیچ زکات لازم نیست ولو که هر چی قیمت هم داشته باشه. لیکن موتری که در بارگوی سات میکنه، موتری که خرید فروش میکنه، از این موترها از قیمت زکات میشه. باید ما متوجه باشیم. و پنجم اجناس دوکان. اجناس دوکان این که هسته، یعنی اجناس دوکان تعلق برای خود ما و شما داره. سرمایه ما و شما بند است. آدمی میگه فلانه تو زکات داری، زکات بده. میگه من زکات ندارم. این مالی که در اینجا چندی 20 لک 30 لک افغانی، این مال از کی هست؟ این مال باید حساب بکنه. اینمی جنس است، اینمی جنس در دکان هست، 20 لک افغانی از همین جنس می باشه. به بی روز همین حساب میکنه که همین چند افغانی ارزش داره. اگر خرید 2000 آل 1800 است، اگر خرید 1500 فعلا 700 است. فقط به بی روز حساب میکنه، ماشین حساب هم برمیورداره، بالاخره زکات خود از این مال جدا میکنه. هر مالی که به خاطر تجارت است، هر جنسی که به خاطر تجارت است، از پول یسو زکات میشه ظالمان. این بود از مالی که زکات میشه. آن زکات دادین، زکات کشیدیم از مال خود. زکات بریکی بتین، زکات بریکی بپردازیم. این هم بسیار مهم است. وقتی که یک انسان از 1,2,500,000 افغانی بیرون میکنه، از 10 لک بالاخره، یعنی چقدر که بود بیرون میکنه، اما زکات بریکی بدیم. باید ما یعنی زکات خود به کسی بدیم که او را به ما قرآن واضح کرده. به هر کس که زکات میدیم او باید مستحق زکات باشه. اگر مستحق زکات نباشه، صاحب زکات ادا نمیشه. وقتی که پیسه به دست افتید، بالاخره این پیسه زکات است. به جانب مقابل می که برادر اگر مستحق زکات هست برای تو بتون، مستحق زکات نباشه باید همون شخص نگیره، به خاطر که زکات یسی ادا نمیشه. اگر یک کسی 30,000 افغانی پول داره، زندگی 30,000 افغانی داره، باید زکات یک مسلمان نگیره، چون که زکات یسی ادا نمیشه. الله سبحانه و تعالی در سوره توبه اصناف مستحقین زکات بیان میکنه. اول انما الصدقات للفقراء، باید برای فقرا زکات داده شود. فقیر که هست خود ما میشناسیم، فقیر خود ما و شما میشناسیم که یک چیزی داره یا نداره. و دوم والمساکین، مسکین ها، انسان هایی که مسکین هست، چیزی در خانه نداره، برای یسو ما زکات خود بپردازیم. سوم والعاملین، کسی که عشر جمع میکنه، زکات جمع میکنه، اگر مستحق باشه برش داده شود. و فی الرقاب، کسی که غلام است، غلام هست برای غلام، یعنی حال فعلا غلام نیست، یعنی کسی که مزدور هست برای یسو زکات داده شود. پنجم والغارمین، کسی که قرضدار هست. قرضداری هم تحقیق شده که از روی کدام موضوع تو قرضدار شده. یک کسی هست که یعنی خودش فقیر است ولی عروسی کرده 5-6 لک روپیه مصرف کرده، از او بگی از این بگی، بالاخره سرمایه خود یعنی به می عروسی خود دیر کرده، خود قرضدار کرده. به این قسم باید انسان زکات نده. کسی که قرضدار هست تحقیق شود، برای قرضدارها زکات داده شود. و ششم و فی سبیل الله، کسی که در راه الله است. در راه الله که هست مجاهدین هست، کسی که در راه الله جهاد میکنه، میدانه که خودش فقیر است، میدانه که فامیلش فقیر هست، برای یسو زکات داده شود. دیگه که و فی سبیل الله، طالب العلم، حافظ قرآن، در هر جا یعنی مدرسه هست، در هر جا دارالعلوم هست، در هر جا بالاخره دارالحفاظ هست، تحقیق بکنیم، بریم در هر جا یعنی الحمدلله دارالحفاظ هست، چقدر شاگرد داره، چقدر قاری قرآن داره، چقدر مستحقین داره، پول زکات خدا بپردازی. این جای شکر هست، این جای نعمت هست که یعنی فقیر در بین ماست، فقیر در بین ماست.
باید ما زکات بدیم. از فقیر توقع تشکری نداشته باشه که او خیلی بین کاکا برای ما زکات داده. ما تشکر بکنیم که خدا برای تو خیلی بده که تو مستحق زکات بده. ما را از زکات و بالاخره پاک کرده. برای فقرا، برای طالب علم ها، به حوزه های علمی باید زکات خدا بپردازیم. و بن السبیل، کسی که مسافر هست، برای مسافرین زکات داده شود. این اصنافی بود که شریعت مقدس اسلام معرفی کردن. تکبیر بلند. عزیزان من، آن صنف را الله سبحانه و تعالی به ما و شما معرفی کرد. بهتر برای کی بتیم؟ فقها و فتوا هم به این ذکر میکنم، میگه بهتر همی است که برای اقارب خودت بده، برای خویشاوندای خودت بده. هر کس برای خود فقیر دارد، مسکین دارد، محتاج دارد، بالاخره برای فقرای خود بده. لیکن برای اصول، برای فرو ندیم. اصول فرو، اصول که را میگه بچه در پدر بطن نمیشه، با بابا بطن نمیشه، با مادر نمیشه، بالاخره به بیبی نمیشه. این را اصول و فرو میگه. و کسی که یعنی برادر داره، برادر یعنی کاکا داره، به کاکایش بطن میشه، به زن کاکایش بطن میشه. بالاخره موضوعات جزئی را بعدا میتونه که دیگر پرسان بکنید که چون که وقت ما رو به اتمام هست. عزیزان من، این حال فایده زکات چی هست؟ این از سرمایه خود از 100% 2.5% ما زکات دادیم. فایده زکات چی هست که ما یعنی زکات میدیم؟ فایده اولی است که ثروت انسان زیاد میشه. ثروت انسان زیاد میشه. الله سبحانه و تعالی می فرمایند مثل الذی ينفقون فی سبیل الله كمثل حبة انبت 7 سنابل فی كل سنبلة 100 حبة. به یک افغانی الله 700 افغانی میده. وقتی که تو 1000 بده 7000 الله بالاخره برای تو عطا میکنه. این فایده است. ما زکات نمیدیم که محتاج هستیم، ما زکات نمیدیم که بالاخره در بدر و همه اسرافات ما آمده. امی انسانی که صدها لک افغانی داره، برو در پیش از پرسان میگه من در بدر هستم، بالاخره زندگی را یعنی ما گم کردم. بنابراین انسانی که یعنی زکات میده ثروتش زیاد میشه. دوم مشکلات فقیر رفع میشه. مشکلات فقیر رفع میشه. وقتی که ما زکات خود ادا بکنیم در هیچ منطقه فقیر نمیمانه. همه چیز خود ما میخوریم، فقط زندگی را در قبضه خود آوردیم، حق هیچ کس را نمیدیم. ولی حق فقیر است. حق فقیر در سرمایه تو قدر است. وقتی که حق فقیر ندی تو ظالم است. انسانی که زکات نمیده انسان ظالم است. چرا حق فقیر تو میخوری؟ حق یک مسکین تو میخوری؟ بس مسکینای ما محتاج است، فقیرای ما محتاج است که از کدام دروازه یک کمک بیاید بالاخره با ما همکاری شود. خیلی جالب است. یکی از امامای مسجد تماس گرفت، گفت که وقتی کمک شده یک برادر خواهرش لیست داده که این همسر است. نعوذ بالله، نعوذ بالله. چقدر ما محتاج داریم، چقدر فقیر داریم. این برادر که شکم سیر باشد، این برادر که محتاج نباشد، هیچ وقت نمیگه که خواهرم همسرم هست، چون این محتاج است. ظالمان ما متوجه باشیم در شهر ما و شما انسانهای سرمایه دار، انسانهایی که زندگیش خیلی خوب هستند ولی متوجه فقرا نیست. میگه من مسئولیت دینی خود ادا کردم. باید انسان متوجه باشه که اگر فقیر دچار یک مشکل میشه گناهی سر ما و شما میآید. عزیزان من، سوم انسانی که زکات بدهد بسیار خوشحال میشه، بسیار خوشحال میشه. به طور مثال فعلا زکات خود بیرون بکنین، پیشروی رمضان هست، به پشت موتر خود بنداز، توتی روغن بالاخره آده ببرد در بازه فقیر، در بازه فقیر بزن که ای فقیر بیرون که برای تو ما هم
کاری کردم او وقت بالاخره چقدر به انسان خوشحالی پیش می آید، چقدر انسان خوشبخت میشه، چقدر انسان بالاخره نیکبخت میشه. چون که با شما هیچ متوجه نیستیم انسانی که زکات میده بار سنگین آخرت خدا سبک کرده، انسانی که زکات میده بار آخرت سبک شده. یعنی در دنیا انسان باید متوجه شود که ما تمام سرمایه را جمع کردم برای تمام اولادای ما گذاشتم، در آخرت ما چی جواب میدیم؟ در آخرت ما در حضور الله چی میگیم؟ تمام زندگی در دنیا ما به حضور الله که رفتی در الله چی جواب میدی؟ فردارم فکر کن، داخل قبرم فکر بکن که در داخل قبر چه موضوعات هست. و پنجم، عبادت به نزد الله قبول می شود. اگر انسان زکات بده و بالاخره به حضور الله دعا کنه الله قبولش میکنه. اگر 100 دفعه بگوید الله زکات نده الله جواب رد میکنه، الله قبول نمیکنه، چون که انسان پاک نیست. زکات به معنای پاک کردن هست عزیزان من. فایده زکات، انسانی که زکات دهد متقی هست، انسان خدا ترس است. از خدا انسان ترسید از 1,2,500 افغانی میده. اگر نترسیدی بالاخره یعنی بر تو تقوا نیامده. هفتم، زکات روز نابودی به کار می آید. به داخل قبر یک شخص نورانی می آید، میگه تو کی هستی؟ میگه من کسی هستم که در دنیا زکاتی تو هستم که در اینجا داخل قبر قرار گرفتم. هشتم فایده زکات، انسانی که زکات دهد سرکش نیست، او فرمان بردار الله است. ای الله بگو ایمان بگو من کلمه خواندم، ای الله تو گفتی نماز بخوان خواندم، ای الله زکات بدی زکات گرفتم. ای انسان سرکش نیست. نهم، قلب انسان پاک می شود. قلب انسان پاک می شود که این 9 فایده زکات در خدمت شما بیان شد. این حال انسانهایی که زکات نمیدن، برو سرمایه داره، خوب بیلدینگار ساخته، موترها رد برد خانه تو در تجارت هست، خوب دکانت پر است، کیسید از پیسه پر هست، ولی زکات نمیده. هیچ قصه‌ایش هم نمی آید که تو زکات داری یا نداری. چی عذابی برای تو گفته شده، چی عذابی برای کسایی که مانی زکات هست برای از آمده شده. این موضوعات قرضی است که شما به گوش دیگران برسانید. برای برادرهایی که سرمایه دار است شما میشناسید، این پیام برایشان بگو که کسی که زکات نمیده این تو وعید پروردگار آمده. اول عذابی که برای تارکین زکات آمده، بشارت جهنم آمده. فبشرهم بعذاب الیم. الله سبحانه و تعالی میگه یعنی خوشخبری جهنم برای از بوده که این بالاخره زکات مال خودت نداده. دوم، مال آن به خشت آتشین تبدیل می شود. در روز قیامت مالی که زکات داده نشود، الله سبحانه و تعالی در سوره توبه میگه یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوى بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم و هذا ما کنستم لانفسکم. یعنی در روز قیامت سرمایه انسان به آتش تبدیل میشه، به پیشانی از داغ کرده میشه. میگه پیشانی را داغ کن، میگه چرا پیشانی از را داغ بکن؟ میگه فقیر گفت که برای ما زکات بده، برو پیسه ندارم، پیشانی را ترش کرد، پیشانی را داغ کن. میگه دوباره آمد پالی خودت دوردن، 30 دفعه آمد کشت خودت دوردن. میگه این داغ بکن که این مال فقرا را خورده، ما حق فقرا را حیفی میل کرده، این مستحقین جهنم هست. پیش از آیه مبارکه یهود ذکر میکنه، میگه انسانهایی که زکات نمیدارن اونا یهود نصارا بودن. انسانهایی که فعلا زکات نمیده اونا کم از یهود و نصارا نمی باشه عزیزان من. و سوم، انسانی که زکات نده افراد شیطان هست.
الشیطان یعیدکم الفقر. شیطان میگه یعنی شما از یک لک چرا دوری مزار بده، از 40,000 چرا 1,000 بده، میگه تو فقیر میشی. والله یعیدکم المغفره، الله وعده مغفرت میکنه، ولی شیطان انسان دعوت به طرف فقر میکنه. خیلی کسایی هست یعنی پول سرمایه زیاد داره، ولی اگر دلش بخواه که زکات بتون یعنی میده، ولی شیطان کار میکنه. نتی که سرمایه کم میشه، زندگی کم میشه، بالاخره انسانی که زکات نده افراد شیطان هست. چارون سرمایه حلال به حرام تبدیل شده. هرچی آدم خوبی، هرچی آدم نیکی، هرچی آدم پاک استی، ولی که مال زکات نده، سرمایه حرام، لقمه حرام، لونانت حرام، تمام زندگی تو حرام است. تو به پیش خود حساب بکن که آدم خوب هستم، شب 100 رکعت نماز بخوان، ماه شعبان روزه بگی، ولی تو پاک نیستی، سرمایه انسان تبدیل به حرام شده. این یعنی وعید درباره تارکی زکات هست. پنجم، بر سر انسانی که زکات ندهد غضب پروردگار، خشم پروردگار. این لطف الله است که انسانهایی که زکات نمیده خشم الله و قهر غضب الله نازل نمیشه. این برکت و مهربانی انسانهای خوب هست. در غیر از اگر انسانی که زکات نمیده به غضب الله سبحانه و تعالی گرفتار میشه. گرفتار شده در زمان حضرت موسی علیه السلام. قارون سرمایه دار بود. حضرت موسی علیه السلام روان کرد، گفت که زکات بده. گفت که من زکات ندارم و بالاخره سرمایه ندارم که برای تو زکات بدم. الله سبحانه و تعالی به زیر زمین با سرمایه‌اش فرو برد. عزیزان من، سرمایه را الله داده، در راه او مصرف کنیم و آغوش فقرا را برداریم، مسکین‌های خود متوجه باشیم، همکاری بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند انسانی که زکات ندهد، انسانی که زکات ندهد دور از سرمایه دارهای ما و شما شود، دور از ملت ما و شما شود. زمانی که از دنیا برود در داخل قبر یک مار می آید، یک مار. من اتى الله مالا فلم يؤد زکاته. الله سرمایه را داده و بالاخره سرمایه زکات نمیده، چکار میشه؟ مثل له ماله یوم القیامه شجاعا، یعنی مال یزو تبدیل به یک مار میشه، ماری که اقرح کل می باشه، له زبیبتان و 2 علامه در پیشانی داره. میگه یطوقه یوم القیامه، به گردنش آویزان میشه، توق میشه، میآید از دهنش نیش میزنه، از دهنش نیش میزنه. میگه هذا کنزک، ما کنز ذخیره تو هستم، ما ذخیره که در دنیا انجام داده. تو بالاخره در دنیا سرمایه را سری به هم کرده، زندگی را برابر کرده، برای اولادت موتر بگی، برای اولاد زمین بگی، برای اولاد بالاخره زندگی را بساز، ولی در آخرت عذاب تو بچشی. در آخرت بالاخره مارها تو را نیش میزنه. ما و شما دیدیم در طول عمر انسانهای بودن یک افغانی در مسجد نمیداد، یک افغانی بالاخره به یک فقیر نمیداد. سرمایه را سرهم کرد، از دنیا رفت، او در داخل قبر نیش می شود. عزیزان من، او در داخل قبر نیش می شود، در عذاب الله گرفتار هست. اولادهای او نه تنها در افغانستان بلکه در تمام جهانهای کفری حیف و میل و بالاخره شراب میزنه. عزیزان من، باید متوجه باشیم که مسئولیت آخرت در دوش ما نمانه. در داخل قبر بالاخره فرزند تو نیست، در داخل قبر سرمایه تو نیست. ولله میراث السماوات والارض، میراث زمین آسمان همه از الله است. ما از الله هستیم، موتر از الله است، زمین از الله است، سرمایه از الله است، همگی از الله است. وقتی که جانت میبراید از دنیا که میری، یک کفن
یک کفن مستحق ماست که نیکی صداره که قواله بندازیم، نه یک جا داره که پول بندازیم. فقط عمل ما، امان زکاتی که در راه الله دادیم در داخل قبر بکار میره، دیگه چیز به ما و شما بکار نمیای. عزیزان من باید متوجه باشیم که در روز آخرت دچار مشکلات نشویم. عزیزان من از زکات خود برای فقرا، برای مساکین، برای محتاجین بدین تا بکی فقرای ما، تا بکی فقرای و محتاج هم دیگر باشد، تا بکی انتظار بکشه که از کدام کشور اروپایی یک بوجه آرد و یک کتی روغن میآید ما از او بالاخره استفاده کنیم. اعتبار بکنه که خیر از فامیل ها بالاخره مادر شده همسرم هست، زن برادر شده زن هست بالاخره نیستادر. اینا همه فقرای محتاج است. این فقیرای است که ماه رمضان می آید در خانهش، یعنی بالاخره یعنی روغن نداره، دیگ نداره. ما و شما بالاخره سرمایه داریم. هر کس از زندگی خودش با خبر است. از این بعد بشین نصاب زکات دانسته، شرایط زکات دانسته، اجناسی که زکات میشه، سرمایه که زکات میشه، خودت بالاخره فهمیده. از اینجا برخیز، برو در دکان مدیر خدا بگو ها ماشین حساب بگه اجناس حساب کن که چند لک میشه. اگر 10 لک شد بالاخره زکات خدا بیرون کن. برو در خانه یک فقیر، در خانه یک مسکین، در خانه یک محتاج برو که فردا رمضان میآید، در سحری تو چی داری، در وقت افطار چی داری، غذاهای رنگارنگ تو میخوری. تو ظالم حق فقیر نمیده، بالاخره فقیر محتاج حق فرمایه تو از ولی حقی از را ادا نمیکنه. تو از خدا نمیترسی؟ آیا از خدا شرم نمیکنه؟ یک خانه در زمان حضرت عمر فاروق اعظم محتاج بودن، بیچاره یعنی گریه میکردن، طفلایش گریه میکرد. حضرت عمر رفت از بیت المال در کفت خود یک بوجه آرد گرفت آورد. بالاخره در مسیر راه یک کسی آمد گفت که بده ای امیرالمومنین ما بشاره خود بکنم. گفت که بگذار در صحرای محشر به حضور الله عمر حاضر شود. آیا گناه عمر تو برمیبرداری؟ من گناهکار هستم که طفل معصوم در آغوش ما گریه میکنه. من محتاج شدم بالاخره، من بالاخره متوجه نشدم که فقرا محتاج شدن. در صحرای محشر او خواهری که بگه برادرم شوهر است از روی گشنگی و تشنگی بالاخره من این موضوع را گفتم ما سرمایه در جواب گفته میتانیم، ما خوب زندگی داریم، در حضور الله جواب داده میتانیم. عزیزان من کوشش کنیم بالای فقرای خدا برداریم. برادرهایی که اونها تاجر است، تاجرای الحمدلله سرمایه دار است، برادرهایی که صراف است، برادرهایی که دکتر است، برادرهایی که بالاخره خودش میداره که سرمایه دار است، اونها از سرمایه خود زکات بیرون بکنه. یک هفته بعد ماه رمضان می آید. پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرمایند هر انسانی که روزه میگیره برای روزدار یک خرما میده، به مو اندازه برای الله ثواب میده. وقتی که یک فقیر مسکین بالیش برداریم چقدر الله برای ما و شما ثواب میده. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را سعادت مند و دنیا و آخرت بفرماید. دعا میکنیم الهی الهی پروردگار، الهی پروردگار یک از فرائض تو را بیان کردیم. خدایا توان ما بقدر هست. الهی پروردگار توان ما بقدر هست که پیام تو را برای ملت عزیز رساندم. خدایا پروردگار ما ملت عزیز را توفیق بندگی نصیب بفرما. ای الله سرمایه درهای ما را توفیق بده. ای الله تاجرای ما را توفیق بده. ای الله کسی که داره حق فقرا را نمیده، خدایا دعای ما را در حق ازرا قبول بفرما. ای الله پروردگار پیش از این که ماه رحمت میرسه، پیش از این که ماه مبارک میرسه، خدایا همه ما را از گناههای کبیره و صغیره معفی ما بفرما. ای الله پروردگار دست به طرف تو دراز میکنیم، خیلی خجالت هستیم. خدایا پروردگار ما میگیم بی صدا ظالم شده ولی ظالم ما هستیم که حق صغیره پایمان کردیم. خدایا ما خیانت کردیم. خدایا پروردگار
ظالم شدیم خدایا ما در حق خود ظلم کردیم خدایا توفیق بندگی نصیب بفرما ای الله پروردگارا کسانی که محتاج است کسانی که فقیر است کسانی که مسکین هست خدایا صبر جمیل برایش عنایت بفرمای الله الهی پروردگار دعای ما را قبول کن تسبیحات و تحلیلات ما را قبول کن ای الله ماه رمضان در پیشروی ماست خدایا ما را پاک بگردان ای الله ما را محتاج دیگران نگردان ای الله الهی پروردگارا کسانی که مریض هست طلب دعا کردن یک برادر طلب دعا کردن در اسلام آباد پاکستان منحدر بسر هست خدای پروردگارا امثال زندگی برادرها تقاضای دعا کردن ای الله گناه شدید در مقابل ما مسلمان ها دارد خدای دعای ما را در حق و مریضان قبول بفرما ای الله و مریضانی که محتاج است و مریضانی که سر بستر افتیده خدای پروردگارا مریض ما را شفای عاجل کامل نصیب فرما یا الله جوانهای ما را حفظ کن مجتهدای ما را حفظ کن علمای ما را حفظ فرما مجاهدین ما را حفظ فرما اهل طریقت و اهل جماعت ما را حفظ فرما ای الله خواهر مادر ما را حفظ فرما ای الله پروردگارا زیارت حرمین شریفین را نصیب جمیع امت اسلامی بگردان ای الله پروردگارا وقت سفت نام است وقت سفر حج است خدایا کسایی که زمینه رفتن ندارند خدای پروردگار زمینه رفتن حرمین شریفین نصیب بفرمای الله الهی پروردگار در وقت جان کردن الهی پروردگار جان ما را آسان بگردان خدای در داخل قبر ما را عذاب نکنه خدای در داخل قبر ما را با تکلیف نکنه خدای مسئولیت آخرت ما را آسان بگردان الهی پروردگار در صحرای محشر خجالت ما نکن خدای خجالت ما نکن خدای خجالت ما نکن خدای همه ما پیش تو حاضر میشیم خدایا در صحرای محشر به اعمال ما نگاه نکنی الله ای الله با فضل و کرمت نگاه کن خدایا با بی‌نمازی ما نگاه نکن خدایا با بی‌تقوی ما نگاه نکن خدایا با بی‌بندگی ما نگاه نکن خدایا با فضل و کرمت به مهربانیت به لطف عظمت نگاه کن یا الله از جهنم ما را نجات بده یا الله خدایا پروردگار همیشه که وعده کرده نصیب جمیع امت اسلامی عنایت فرما و صلی الله تعالی علیه محمد